با گفته مقامات انتظامی روز 12 مارس حسنبای رحمانوف ساکن 67 ساله ولایت ختنان در نتیجه ترکشی لوازماتی در دستش بوده به هلاکت رسید. حادثه ساعت تقریبا 9:30 شب 12 مارس در نزد دادستان نظامی شهر قرغانتپه به وقوع پیوست و دادستانی در زمینه پرونده جنایی باز کرده و تحقیقات ادامه دارد. در محل حادثه تدبیری شدید امنیتی روی دست گرفته شده و اطراف جای حادثه به لنته‌های سرخ پیچیده شده و مقامات و ساکنان اطراف این محل صحبت انجام می‌دهند. خوانندگان و استادان لیسه تکنیکی که گفته می شود افراد قربانی این حادثه در آنجا پاسبان بوده است از صحبت با خبرنگاران خودداری می‌کنند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز سه‌شنبه 13 مارس به رادیو آزادی گفت حالا بازرسان شخصیت و دوستان حسنبای رحمانوی 67 ساله را مشخص می‌کنند. همچنین تلفن موبیل این ساکن شهر قرغانتپه مورد آموزش قرار داده شده. کلیت تماس‌های روزهای اخیر این مرد معین کرده می‌شود. هنوز برای خلاصه نهایی کردن سبب‌های این انفجار بر وقت است. فکر می‌کنم تا صبح روز آینده جزئیات بیشتری را بازرسان جمع آوری میکنند. تا به حال هیچ گروه و یا افراد در رابطه به حادثه شب 12 مارس در قرغانتپه اظهار نظر نکرده است. در تاریخ تاجیکستان مستقل نخستین حمله انتحاری به بینای شعبه منطقوی مبارزه با جنایت‌های متشکل در شهر خوجند ماه سپتامبر سال 2010 صورت گرفته بود. در حمله خوجند 2 نفر کارمندان پلیس کشته و 26 کارمند همین شعبه و 2 شخص ملکی زخمی شدند. مقامات آن زمان اعلام کرده بودند که گروه انصارالله مسئول این حمله بوده است. اما در رابطه با حادثه شب 12 مارس در قرغانتپه مقامات احتمال حمله انتحاری را بعید می‌دانند و میگویند که نتیجه های تفتیشات را بعداً اعلام می‌کنند.